ویلپند گرده همو بیاریم، سیدعلی رو بگیریم، دخلشو در بیاریم. شما کی سوار شدین؟ سینه والله ببخشید. سلام خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که بنده رو مفخر بنده رو فخری بنده خلاصه شما همه هموطنان عزیزی که تو ناف پاریس زیر گذر برج ایفل گرد همه آوردین تا دخل سیدعلی رو در بیارین. ما اهل این چیزا نیستیم، بلد نیستیم، ما فقط میریم. یعنی چی؟ یعنی دنده رو چاق میکنیم میریم. کجا؟ ویلپند دیگه. آره داداش، نه که فکر کنید تنها، نه حشمتیش ما تنها نیست، جماعتی باشن. حالا بریم میبینیم. برو بریم. خان عزیز، حال شما چطوره؟ قربونت. خوشم میاد همیشه آن تایم میاد. درست صحبت کن. آن تایم چیه؟ اگه می‌خوای حرفای بی‌ادبی بزنی ماشین پیادت میکنم. بابا من هنوز سوار نشدم که بعد بی‌ادبی چیه؟ میگم آن تایمی یعنی خوشقولی، همیشه سر وقتی. همینو بگو، حتما واسه کلاسی واسه ما بذاری تو. ببین حشمت خان، قرار بود یه سناریوی کوتاه ما اجرا کنیم، الان خودت داری سناریو رو طولانی می‌کنی. بذار من سلام علیک با بیننده‌ها بکنم. سلام می‌کنم به همه شما هموطن‌های عزیز، همه مسافران پاریس. امیدوارم که هر جا هستین دلتون خوش و خرم باشه. متشکرم از همه تلاش هاتون، ما هم در خدمت شما هستیم، همه با هم به سوی ویلپند. چه لفظ قلمی میای تو؟ قربون شکلت برم. بشین بریم صفا کردن تو. خوبی مهران جان؟ قربونت برم. بشین من چورو که کتت خراب نشه. داداش ما داریم میریم پاریس، ما پرچم آفساید بلند کردیم. وقت فکر نکنید داریم میریم سمت روسیه بوسیا. نه داداش، داریم میریم گرد همایی، نه جام جهانی. اولا سلام به شما حشمت خان و بعد هم سلام به همه هموطنایی که عازم پاریسن، چون اون چیزی که قراره تو پاریس اتفاق بیفته خودش 10 تا جام جهانیه، منتها تو محوطه جریمه آخوندا. آخه چه ناز نفس قربون تو، بیا بالا بابا. دم شما گرم، بیا بشین برگرد خودم بریم. به چه دو نفری. دم شما گرم. سلام علیکم. سلام علیک. به حال شما خوبه؟ خیلی مخلصی. سلام عرض می‌کنم خدمت همه همیهنان عزیز. هر جایی که ببینیمتون دلمون شاد میشه. امیدوارم که دلتون شاد و لبتون خندون باشه و با حضور پررنگ خودتون در گرد همایی بزرگ مقاومت در پاریس چشم ولی فقیه کور کنین، جز خامنه ای رو در بیارین. بابا دم شما گرم. بشین سوارشیم بریم زودتر. خب آخه دیگه برو آقا بیا بشین سوارشیم بریم. دم شما گرم. بفرما. با سلام و درود بر اشرف نشان‌های عزیز، امیدوارم گرد همایی امسال رو هرچه با شکوه‌تر برگزار کنیم. سلام و درود بر شما. تا گرد همایی ویلپند زمانی نمونده. موفق و پیروز باشید. سلام به هموطنان عزیزم که عازم گردهمایی هستم. دست مریضات، موفق و پیروز باشید.
دیگه محکم بزن به عظما و شیخ حسن. بیا بریم به ویلپند، بیا بریم به ویلپند. ولی فقیه هواش پر شکافه، حریف اون یه مشت موشکافه. رسیده آخر خط نظام چه داغون شده، بعد از فنای برجام سید علی مجنون شده. بیا بریم با هم دیگه هموطن، بیا بریم به ویلپند، بیا بریم بشیم صدای میهن. بیا بریم به ویلپند، بیا بریم به ویلپند، بیا بریم به ویلپند، بیا بریم به ویلپند، بیا بریم به ویلپند. همت ما دست نظام رو کرد، حشمت ما سید علی رو تو کرد. آخر قصه من و تو بد نیست، یا که پیک شادی ماتم و قصه خوردن و بلد نیست. بیا بریم با هم دیگه هموطن، بیا بریم به ویلپند، بیا بریم بشیم صدای